لوگوی گیمینگ بساز، بازار دور فروشا رو کساد کن. سلام بچه، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره آموزش ساخت لوگوی گیمینگ با موبایل رو بهتون آموزش بدم که میتونید بعد این ویدیو بازار دور فروشا رو کساد کنید. آموزش لوگو کاملا رایگانه. دوره رو نخرید، الکی پولتون رو هدر ندید. مقدمه این ویدیو رو اصلا جلو نزنید، کاملا گوش کنید چون هر لحظه این ویدیو خیلی با ارزشه. بچه این ویدیو به دو بخش تقسیم میشه. خب بخش اولی که اون وسط لوگو شما بهش میگن وکتور یا بعضی میگن آیکون، خب اونو تو این ویدیو میسازیم، استایل روشو بهش میدیم، آموزش میدیم که چجوری حالت نورانی نئونی بگیره، اینا رو آموزش میدیم. اما میمونه بک‌گراند. اونو چیکار کنید بچه؟ اون توی ربات تلگرام میشینه. خب اون میره توی ربات تلگرام و چجوری باید این فیلمو بگیریم؟ فقط کافیه این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. همین. این وقتی این ویدیو رو تماشا کنید من یه دونه رمز به صورت گفتار تو این ویدیو میگم. اون رمز برای این ابزارها هستش. رمز رو گرفتین، توضیحات این ویدیو یه دونه لینک هست، بزنید رو لینک میره توی ربات. وقتی رمز به ربات بدین همه ابزارها ویدیوها براتون میفرسته، مخصوصا استایل های جدیدی که تو این ویدیو قراره بهتون بگم که تا حالا اصلا نذاشتمش. استایل های متالیک. این استایل ها رو تو این ویدیو بهتون میدم چند تاشو، بقیهش میمونه برای ویدیوهای بعدی چون این ویدیو ادامه داره. اگه این ویدیو حمایت بشه، اگه هم برای دریافت فایل به مشکل برخوردین، یه دونه آیدی ربات بهتون میده، آیدی ادمینه. بریم پیویش بهش توضیح بدین که چی شده، رمز رو بهش بدین، اون فایل رو بهتون میده، همه چی رو بهتون میده. اوکی؟ تا اینجاش حتما اوکیه. و اینکه بچه‌ها کلی این تلاش ها رو دارم میکنم، منت نمیذارم، وظیفه‌مه. این ویدیو رو حتما لایکش کنید، حمایت کنید چون هزینه برای این ویدیو شده، یه هزینه زیادی برای این ویدیو شده که این استایل ها ویدیوها رو براتون آپلود کنم. دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، حتما ویدیو رو لایکش کن، چنل رو حتما سابسکرایب کن، بزن ویدیو رو شروع کنیم. لیتس گو. ابتدای کار رو برنامه پیکس آرت نیاز داریم که اکثرتون پیکس آرت رو دارین. اگه ندارینش برین توی ربات تلگرام من اون دانلودش کنید. پیکس آرت رو براتون میفرسته و پیکس آرت ورژن بدون نقصشه، یعنی همه چیش اوکی و روون براتون کار میکنه، یعنی دقیقاً همون ورژنی که خودم دارمش. بچه‌ها ما تو پیکس آرت میخوایم چیکار کنیم؟ فونت و شیپ رو با هم دیگه ترکیبش کنیم. حالا بریم وارد برنامه‌اش بشیم که براتون توضیح بدمش. و اینکه بهتون تاکید میکنه اگه میخواین یه لوگوی بدون اشکالی رو بزنین حتما این ویدیو رو تا آخر تماشا کنین و جلو عقب نزنینش. بچه وقتی وارد این صفحه شدین، اینجا که براتون علامت میزنه نوشته مشاهده همه، اگه دقت کنین اینو نوشته، رو اون بزنین و اون بالا براتون مینویسه پس زمینه، براتون رنگ سبز علامتش میزنم. بعدش این صفحه براتون باز میشه که اینجا هم این بک‌گراند رو بزنین، براتون علامت میزنمش با رنگ سبز، بازم همونو بزنین، شبیه همونی که اولین بار زدیم و براتون همچین صفحه‌ای باز میشه. این بک‌گراندی که بچه‌ها الان میبینید حالت چارخونه‌ای هست، این بچه‌ها PNG، بک‌گراند PNG، یعنی هر کاری که شما روش انجام بدین پس زمینه نداره، یعنی هیچ پس زمینه‌ای نداره. حالا ما تو قسمت متن ها یا برای انگلیسی می‌نویسه تکست، تو اون قسمت ما اول کلمه، مثلا یک کلمه رو می‌خوایم، مثلا من می‌نویسم AS، خب اسم لوگو. حالا خب بچه‌ها لوگو چون چیز خیلی مهمیه نیاز به فونت داره و فونتش هم اینه. اگه بلد هستین چجوری فونت رو به پیکس آرت اضافه کنین بچه، اون بالا نوشته افزودن فونت. اگه شما قبلا توی فایل هاتون یه فایل TTF فونت وارد کرده باشین میتونید از اون بالا انتخابش کنید و وارد پیکس آرت کنید. فونت هم که استفاده کنید این فونت ها هستش، همین دوتا فونته، هر دوشون یکیه، ولی خب من تو رباتم یه عالمه فونت براتون میذارم، فونت های جدید و پولی که میتونید اونو دانلودش کنید. افزودن فونت هم بچه بزنید میتونید اینجا فونت ها رو به پیکس آرت وارد کنید و بچه همچین شکلی میگیره. اما این پایین نوشته یکم بچه فاصله بدیم به اون فونت ها چون میخوام اینو ترکیبش کنیم، برای همین بین این فونت ها یه فاصله بندازیم و بعدش بچه ها میتونین از اون بالا خروجی بگیریم که بریم برای مرحله بعدی. برنامه بعدی برنامه IPSpaint X که ما برای لوگو زنی این برنامه رو خیلی نیاز داریم، مخصوصا اون وکتور وسطش که وسط لوگو رو که میخوایم بسازیم حتما این برنامه رو نیاز داریم. اگه ندارینش توی ربات تلگرام این برنامه هستش، برنامه IPSpaint X.
یا هم میتونید توی گوگل دانلودش کنید. وقتی که وارد برنامه شدین اون علامت پلاس پایینی که براتون با سبز علامت زدم اونو بزنید و همچین صفحه براتون باز میشه. سایز بندی های مختلفی داره. ما اون سایز بندی 1:1 رو میخوایم اما با کیفیت 2K، یعنی کیفیت بالا، حتی کیفیت بالاتر از 1080. چجوری کیفیت بالا تنظیمش کنیم؟ بزنش ما یه دونه کیفیت LD داریم، SD داریم، 2K داریم، 3K داریم و 4K. خب ما 2K رو انتخاب میکنیم. اینجا از این قسمت هم که براتون علامت میزنم میتونید اینو انتخابش کنید. چرا باید این کارو کنیم؟ چون لوگوتون باید یه لوگوی با کیفیتی باشه. بالاتر نزنینش، همون 2K کافیه. وقتی روش ضربه بزنید این صفحه براتون باز میشه، یه صفحه خالی که میتونید روش کار کنید. از تو قسمت لایه ها میتونید پس زمینه‌اش رو حالت PNG مشکی قرارش بدید یا PNG سفید، حالا بستگی به سلیقه کاریتون داره. ربط به موضوع کار نداره، فقط همون پس زمینه است که چجوری باشه، چون بعضی چیزا اصلا سفیده. بچه‌ها رو این دوربینه بزنید، کارش اینه که تصویری که توی گالریتون هست رو اضافه میکنه، مخصوصا اون فونتی که رفتیم توی پیکس آرت ساختیم تو مرحله اول و اونو الان میخوایم وارد آیفی اسمیت ایکس کنیم. واردش میکنیم و اوکی رو میزنیم، فونتمون وارد میشه. حالا باید بچه‌ها اون وسطی که مشاهده میکنین خالیه، اما ما میخوام یه دونه شیپ بهش اضافه کنیم، یه دونه شیپ لوزی. اینو حالا چجوری بسازیم این شیپ لوزی رو؟ بچه‌ها شما میتونید با ابزار شیپ همین پیکس آرت یه دونه مربع بسازین و کجش کنین یا برعکسش کنین، شبیه لوزی میشه. اما من توی ربات یه دونه فونت همین جور شکل، یه دونه فونت مربعی براتون میذارمش. همینم براتون حتی آماده میذارمش که به زحمت نیفتین. حالا بچه یه دونه مشکل اینجا وجود داره، اینه که بعضی جاها هست فونت اونو پوشش نداده. مثلا اینجایی که مثلا براتون علامت میزنم یه جایی مثلا میبینیم پره، یه جایی میبینیم که اصلا خالی نیست یا فونت مثلا اونو نگرفت. مثلا اینجا خالیه، اون طرفش خالی نیست. ما میخوایم که اینو میزون باشه. چیکار باید کنیم؟ این برنامه یه دونه حالتی رو داره، یه قسمتی رو داره که براتون علامت میزنمش. اینجایی که براتون قرمز علامت زدمش اینو انتخابش کنید و وقتی که اینو انتخابش کردین حالا بچه‌ها یه دونه خط قرمز میاد روی صفحتون. حالا این به چه دردی میخوره؟ این شما بچه‌ها الان هر خطی رو که شما توی تصویر بخواید بکشین راست کشیده میشه بدون اینکه کج بشه، بدون اینکه چپ و راست بره، خیلی میزون کشیده میشه، یعنی الگو کشیده میشه. حالا باید چیکارش کنیم؟ بیاید تو اون لایه پایینی یه دونه لایه اضافه کنید و تو اون قسمت فونت ها رو پرش کنید، یه جوری باشه که میزون باشه. به این جوری که خودم دارم انجام میدمش نگاه کنید، راحت تست کنید بچه‌ها، تا میتونید تست کنید تا به دستتون بیاد این قضیه. و بعدش وکتور وسط لوگوتون که با فونت و شیپ ترکیبش کردیم و ساختیمش یه همچین شکلی میگیره. حالا باید چی کارش کنیم؟ ما میخوایم بچه اون کناره های شیپ اونو خالیش کنیم در حدی که میزون باشه. اون ابزار رو بچه تنظیم کنیم بر اون شیپ، در اون خط شیپش بذارین، همون کاری که دارم انجام میدم بدون خطا باشه. و بعدش بچه شما پاکن رو انتخاب کنید. پاکن رو انتخاب کنید، سایزش رو کم کنید و پاکش کنید. اون قسمتاشو میبینید که خالی میشه. اگه دقت کنید خالی میشه. حتما بچه وقتی حواستون باشه که اون لایه ها رو یکیش کنید، لایه های فونت رو یکیش کنید حتما، ولی لایه شیپ یکی نباشه. و همین کاری که انجام دادمش میبینید که راحت فونت، میانه های فونت و شیپ خالی میشه. با همین روش رو اون یکی هم انجامش بدین، مثلا رو این طرفش شما میتونید انجامش بدید، میبینید که خالی و خالی تر میشه. بچه ها حتما از همین ابزار باید استفاده کنین، ابزار دیگه استفاده نکنید چون کج کله میشه.
فقط از همین ابزاری که برنامه داره از همین استفاده کنید، خیلی راحت‌تر و بهتر میتونید انجامش بدید. میبینیم که فونتمون، شیپمون و با حرکتی که روش انجام دادیم یه همچین حالتی میگیره و خیلی باحال. میبینیم که میانه‌اش خالی شده و این آیکون یا همون شیپی که ساختیم به همراه فونت آماده استایل زنیه. حالا باید چجوری خروجی بگیریمش؟ خروجیش هم بچه مهمه. اونجا که براتون علامت میزنم اونو بزنید و اینجا براتون یه دونه تنظیماتی میاره نوشته PNG و JPG. شما رو PNG بزنید، همون جایی که براتون علامتش میزنم. PNG خیلی مهمه، یعنی این چیزی که ساختین بک‌گراند نداشته باشه که بره برای استایل کاری روش استایل بزنیم، یعنی یه دونه رنگ رو بخوایم روش وارد کنیم. گزینه اوکی رو بزنید که تایید بشه. مرحله بعدی که مرحله خیلی خیلی مهمی هستش، برنامه نیاز داریم به نام برنامه فوتوپیا یا سایت فوتوپیا که اینو میتونید، اینا بچه ها ورژن بندی دارن. من همین نسخه فوتوپیا که فوتوپیا رو براتون تو تلگرام میذارمش تو ربات، همین نسخه بدون نقصش. اما یه دونه هست، شما برید توی گوگل کروم سرچ کنید photopia.com، یه دونه براتون میاره، اونم فوتوپیا هستش. اینا هر دوتاشون یکی هن و اما برنامه‌ش هم هست. بچه برنامه‌ش توی گوگل پلی نیستش، نرین سرچ کنید توی گوگل پلی فوتوپیا، تو اونجا نمیاره، فقط توی گوگل کروم یا میتونید وارد سایتش بشین یا هم میتونید خود برنامه‌ش رو که من یه برنامه بدون لک بدون اشکالش رو توی رباتم براتون میذارمش که کیفش رو ببرید. این برنامه مشکلی نداره و خیلی ورژن خوبی هستش. وارد برنامه‌اش که میشیم یه فضای شبیه فتوشاپ داره اما فتوشاپ نیستش، یعنی فتوشاپی هستش که شبیه موبایله. خب و من بهتون یاد میدم که چجوری با این برنامه کار کنید. اینجا حالا 3 تا بخش داره: پروژه جدید، باز کردن از کامپیوتر و قالب ها. پروژه جدید رو بزنید که براتون علامت میزنمش، با بقیه‌اش اصلا کار نداشته باشین. مهمترین بخشش اینجا هستش که میشه مهمترین بخشش. اینجا یه دونه تنظیماتی هست که بهتون میگم باید اونو انجامش بدین. اینجا ارز و طول داره، خب اما مکان نوشته، حالا نمیدونم چرا. اینجا بچه‌ها بزنید این عدد رو 2048، اون یکی هم بزنید 2048. خب این باعث میشه کیفیتش 2K بشه، همون جایی که توی آی پی اسپین 2K اون شیپ رو ذخیره کردیم، اینجا هم باید همون کیفیت رو بزنید. گرفتین چی میگم؟ کیفیتاش باید یکسان باشه. اینجا هم بچه‌ها که براتون علامت میزنمش نوشته سفید یا نوشته پس زمینه، اونجا نوشته براتون با رنگ قرمز علامتش میزنم. بذارینش یکی مونده به آخری، حالت شفافیت. حالا این چیکار میکنه و چیه؟ این بچه‌ها باعث میشه که صفحتون PNG بشه، یعنی هر کاری روش انجام بدین صفحتون PNG، بک‌گراند نداره، راحت میتونین هر کاری روش انجام بدین بدون بک‌گراند. حالا ایجاد رو بزن که بریم وارد برنامه‌اش بشیم یا همون وارد صفحه پنل ادیتش بشیم و بعدش وارد یه همچین صفحه‌ای میشه شبیه فتوشاپ اما عمودی. اون بالا بزنین رو فایل که براتون علامت میزنمش، بعدش گزینه سومی باز کردن و قرار دادن. برای اینکه بچه‌ها ما اون شیپی که ساختیم توی آی پی اسمیت ایکس رو بیایم توی اینجا وارد کنیم، حتما باید همین حرکت رو روش انجام بدید. همین کاری که گفتم رو فایل بزنید، بعدش روی باز کردن و قرار دادن. میبینیم که اون چیزی که توی آی پی اسمیت ساختیم برامون تو اینجا بالا اومد و آماده استایل زدن هستش. روش استایل کاری کنید. رو اون قسمت لایه دوبار کلیک کنید، این پنجره براتون باز میشه، پنجره استایل ها. کلی استایل هست که من اینا استایل متنه، اصلا استایل لوگو نیست، ولی بعضیش مثلا هستن که برای لوگو به درد میخورن و من توی این ویدیو تصمیم گرفتم که استایل های جدید که اصلا نذاشتمش تا الان، یعنی وجود نداشتن و جدید دارم براتون میذارمش، یعنی الان رمز این ویدیو رو ادامه تر پیدا کنید، بهتون میگم رمزشو. میرین چیکار میکنید؟ میتونید این استایل های جدیدی که توی رباتم هستن رو پیداش کنید. حالا بچه وقتی که این استایل رو انداختین، اون لایه هاش رو میتونید خروجی بگیرین. براتون علامت زدم، حالا حرف زدم یکم گذشت، ببخشید. و اینکه این استایل ها رو روش بندازین. استایل های جدید بچه بهتون میدم، این چیزایی که شما توی تصویر میبینین نیستش، هستن ولی اینجا استفاده نشدن، اونا جدیدترن، برین حتما اونا رو تستش کنید.
این استایل بچه روش میندازیم. بعدش هم همین نوع استایلش هم سیو کنیم. الان ما 2 تا استایل انداختیم، یه دونه این رنگشو، یه دونه رنگ نقره‌ایشو یا کرومیشو. خب حالا بچه‌ها چیزی که الان نیازمونه استایلمون رو دوباره بیایم وارد کنیم. استایل نه، همون شیپشو، خامشو 2 تا کپی ازش بگیریم، لایه رو بکشین روی پایین، کپی میشه. خب وگرنه از اون بالا هم میتونید کپیش کنید. اینجا بچه‌ها تو قسمت استروک یا خط کناره های ضخیم تستی بزنید 17 تا یکم استروک بهش حالت بگیره. بعد اون تو اون لایه بالایی همون استایل نارنجی رو یا کرومی رنگش رو بندازیم، فرقی نداره، فقط میخوایم که اون استروک استایل پایینیمون معلوم بشه. میخوام یه دونه استایل زیر داشته باشه، ببینیم کدوم درجهش بهش میخوره. فکر کنم درجه 40 بهش خورد، پس عدد 40 رو میذاریمش. استروک رو عدد 40 یا 45 مفیدترینش همینه. و حالا باید چیکار کنیم؟ یه دونه لایه اضافه کنیم و تو اون بالا قسمت لایه رو بزنید و اونا رو یکیش کنید. خب حالا چیکار کنید؟ یه دونه استایل هست، استایل زیر متنه، یه دونه حالت استروک زیر متن میده، خیلی استایل باحالیه. اینا رو هم نذاشتم، این استایل هم براتون میذارمش. اگه دقت کنید دور متنمون یه حالت قرمز شده. خب حالا اونو بچا همونو خروجیش بگیریم، میبینیم که کامل مشکی هستش اما دورش قرمزه. همونو ما خروجی میگیریمش، میبریمش دوباره تو آی پی اسپینت که تو ادامه ویدیو هستش. حتما ویدیو رو لایکش کنید، بزن بریم سراغ ادامه ویدیو که درستش کنیم. حالا ما از برنامه فوتوپیا اومدیم بیرون، دوباره اومدیم توی آی پی اسپینت ایکس یه حرکت‌هایی رو بزنیم و بریم سراغ ادامه آموزش. اون چیزایی که استایل انداختیم رو اضافه می‌کنیم. اولین استایل همون استایل زیریه، دومیه زرد رنگه هستش، سومیه اون کرومی رنگه هستش. حالا اون بعدیاش حالا فرقی ندارن. خیلی جالب شد، خب خیلی خوشگل شد، اما باید با پاکو این نقره رنگشو پاک کنیم، اون حالت کرومیشو پاک کنیم، فقط اون وسطش باقی بمونه. لوگوتون همیشه سعی کنید دو رنگ باشه، بهتره، تو دید بهتری هستش لوگوهای دو رنگ، خیلی بهتره. استایل استروک زیری هم که دیدین میبینید که خیلی کار رو خیلی جذاب کرده، برای همین میگم این استایل رو شما هیچ جا پیدا نمی‌کنینش. و بعدش تو قسمت فیلترها اون متن نارنجی رو تبدیل به قرمز کنید، میتونید رنگش رو دستکاری کنید که یه رنگ نارنجی از رنگ نارنجی خارج بشه بره رو رنگ قرمز، چون اون استروک زیرش قرمزه. خب شما حالا اونم میتونید مثلا رنگش رو تغییر بدین، رنگ این شیپ بشه آبی. خب ولی خب من خواستم لوگوی قرمز بسازم. حالا چیکار میکنیم؟ حالا یه دونه مقایسه انجام میدیم. اول این شیپ بود، دومی شده اون یکی. ببین چقدر تغییر کرده، خیلی خوشگل شده. و بریم سراغ ادامه کار. حالا تو این مرحله ما به برنامه چت جی پی تی نیاز داریم که چت جی پی تی رو دیگه همتون ماشاءالله داریم. خب و یه مشکلی حالا هست، بعضیاتون چت جی پی تی پولیه، حالا بعضیاتون هم بیشتریاتون چون چت جی پی تی رو نخریدین، برنامه پلاگینش رو نداریم برای عکس و تصویر، این قسمت براتون اصلا بالا نمیاد. خب اینجاش بچه من ادامه ویدیو یه دونه جایگزین هست بهتون میگم چیکار کنید، عین چت جی پی تی هستش. خب تصویرمون رو تو چت جی پی تی وارد می‌کنید. اگه چت جی پی تی کار کرد حتما این صحنه ویدیو رو از دست ندین. یه دونه پرامپ بهش میدیم و ازش میخوایم که یه دونه تصویر دیگر رو با همین استایل ها برامون بسازه. با پرامپ انگلیسی یه همچین چیزی رو تحویلمون داد. بد نیست، خوبه، اما میخوایم که بهتر باشه. ما حالا با پرامپ فارسی این کار رو انجامش میدیم. عکس رو دوباره وارد میکنیم با یه پرامپ فارسی و حالا ازش میخوایم که عکس دوباره برامون بسازه. میبینیم که چی تحویلمون میده. خب بچه ها میبینیم که پرامپ فارسی یه چیز خیلی بهتری رو تحویلمون میده. سیوش کنیم و بریم توی برنامه آی پی اسپینت ایکس. حالا بچه ها اینجا یه مقایسه انجام میدیم. اولی اون بالایی هستش که شیپش رو ساختیم، وسطی هم که با خود برنامه آی پی اسپینت ساختیم و آخریه با چت جی پی تی کاملش کردیم که شد این یکیه. بچه‌ها خیلی تغییر کرد، اصلا قابل مقایسه نیستش، انگار یه استایل خیلی حرفه‌ای انداخته شده. کلک لوگو ادیتورها همینه،
با چت جی پی تی یا با هوش مصنوعی استایلشون رو تغییر میدن. حرف مردم بچه براتون مهم نباشه، مثلا یکی نظر میده میگه هوش مصنوعی مثلا لوگو زدی، اینا اصلا مهم نباشه. نه اینکه خودشون با چت جی پی تی لوگو نزدن، با از هوش مصنوعی کمک نگرفتن. مهم اینه که بچه شما از هوش مصنوعی کمک گرفتین، یه دونه استایل رو انگار ساختین. این الان یه استایل جدید شده. خب یه استایل جدیده و اما ما میخوایم که یه دونه اشکالاتش هم رفع کنیم. مثلا اینجاش مثلا غیر عادیه، یه نورانی‌های خیلی غیر عادی داره. این قسمت کرومیشو پاکش کنین. قسمت کرومی اصلا نباید باشه، زرد شده، ما میخوایم کرومی باشه. پس این قسمتشو با پاکون پاکش کنین. و حالا بچه‌ها الان میگیم که چرا بک‌گراند مشکی داره این آیکونمون، چیزی که ساختیم با چت جی پی تی. چیکارش کنیم؟ باید بچه‌ها شما تو این مرحله بک‌گراندی که ساختیم، ساخت بک‌گراند تو یوتیوب نیستش، یعنی تو این ویدیو نیستش، اما تو ربات هم هستش. مثلا لینک دانلود رمزشو که بهتون میگم برین تو ربات، آموزش ساخت بک‌گراند رو بهتون میده، ویدیوشو میاد بهتون میده ربات. خب جزء همین ویدیو هستش اما تو یوتیوب آپلود نشده، میره یه جا دیگه، تو ربات میره ادامه این ویدیو. چون نمیخواستم بچه‌ها ویدیو سنگین بشه و اینکه یکم حجمش بالا میرفت و براتون یکم سنگین و وقت برانگیز بود، نخواستم حوصله سربر بشه و بقیه‌شو گذاشتم تو تلگرام که اونجا دانلودش کنید. بچه‌ها حالا این بک‌گراند رو چیکار کنیم؟ بچه‌ها این بک‌گراند مشکی که اومده رو لوگومون قرار گرفته، اینو چیکارش کنیم؟ بچه‌ها پاکون رو بردارین، اونو با پاکون پاکش کنین، با ضخیم خیلی کم، یه حالت ضخیمی خیلی کمی داشته باشه. اول اون بک‌گراند رو اضافه می‌کنین، بعدش بچه‌ها با پاکون حالتش رو نرمال باشه، مثلا نمیخواد مثلا کامل چیز کنین. این حالت عادیشه بدون استایل های چت جی پی تی. و حالا میخوایم اون بک‌گراند رو پاکش کنیم. حالا روشنفزی ببینید چقدر تغییر کرده، خیلی عالی شده. پاکون رو بچه‌ها رو این حالت بذارین و بک‌گراند رو پاکش کنید. حالا اینجا من توضیح دادم، رفتم بک‌گراند، خود بک‌گراند رو پاک کردم ولی خب بالا میتونین پاکش کنین همشو. میبینین که بک‌گراند کم داره معلوم میشه، اون حالت توسی بودنش رو داره مشخصش میکنه. بچه‌ها من ساخت این بک‌گراند رو تو ربات هم هستش. خب یعنی تو توضیحات این ویدیو یه دونه لینک هست، بزنید رو اون لینک میره تو اون ربات، رمز بهش بدین، رمز من تو این ویدیو بهتون میگم. حالا بعد کلی براتون ابزار میاره، استایل ها، فونت ها، بک‌گراند جدید، به غیر از همین آموزشش بازم بک‌گراند جدید بهتون میده. خیلی خفنی، حتما ویدیو رو از دست ندین و رمز این ویدیو رو پیدا کنید. بعد اینکه پاک کردن بک‌گراند تمام شد، یه دونه لایه اضافه کنین، لایه رو بندازین رو بک‌گراند مشکی که توی ساختیمش، براتون علامت میزنمش و بعدش رنگ قرمز رو انتخاب کنین و حالت لایه‌اش رو بزنین رو حالت اورلی، براتون علامتش میزنه. حتما رو همین حالت بزنین، نبینم رو حالت ارت گذاشتین، حتما رو همین حالت باشه. بعدش رنگش رو بزنین رو حالت قرمز و اونجایی که حس کردین نیازه بک‌گراندش نور پردازی بشه، مثلا این قسمتاش نیازه، واقعا نیازه و باید نور پردازی بشه، میبینی که نور پردازی خیلی خیلی جذابی میشه که میبینی که کم داره نور پردازی حالا اون حالت قرمزشو میگیره. همین کارو بچه انجام بدین تا ببینید تا کجاش مثلا نرماله، تا کجاش لوگوتون رو خوب قشنگ میکنه. مثلا این برای این متن این حالتش همین رنگش قشنگه، واقعا خیلی خوبه، همین نور پردازش خوبه. ولی مثلا لوگوهای مختلفی که میزنیم ممکنه این رنگ بهش نیاد. خب اینا هم هستش دیگه. کم بچه‌ها لوگو کاملش رو فقط سعی کنید بالاشو پررنگ کنید که بریم سراغ ادامه ویدیو تر. حالا بچه‌ها لوگومون آماده است، ولی گفتم بهتون میخوام یه دونه آموزش هست برای چت جی پی تی پولی. اگه چت جی پی تی براتون پولیه یه دونه جایگزین داره، بریم اون آموزش رو بهتون میگم. از لوگوتون یه خروجی بگیریم، همین حالتش رو بریم یه خروجی بگیریم و بریم سراغ ادامه آموزش که مهمتر نشه. خب بچه‌ها اگه چت جی پی تی براتون پولی بود، چون پولی شده این چت جی پی تی، از کریا استفاده کنید. این قسمت رو براتون علامت میزنم، وارد این بخش بشین و این صفحه براتون باز میشه. حالا تو قسمت آپلود اون لوگوتون رو وارد کنید، لوگویی که توی آی پی اسپینت ازش خروجی گرفتین. بچه‌ها این جایگزینشه، بچه‌ها فکر نکنین قاطی آموزش قاطیه، نه، لوگوتون رو وارد کنید که آپلود بشه. حالا اون پرامپ رو به جای اینکه بدین به چت جی پی تی میدین به کریا. اون قسمت خالی متن داره براتون،
اونجا متن رو اونجا بزنید و تو این حالت قرارش بدین. فهمیدین چیکار کنید؟ متن رو تو اون جای خالی بزنید و تو این حالت قرارش بدین. شبیه چت جی پی تی براتون میسازه. پس مشکل نیست که چت جی پی تی پولیه و شما محدود میشین. نه اصلا اینجوری نیستش. و حالا دوباره وارد آی پی اسپیند میشیم. اون عکسی که توی کریا ساختیم رو بهش میدیم. بچه‌ها کریا چیکار کرده؟ غیر عادیش کرده. مثلا نگاه کن بک‌گراندش یه جوری شده، اون استایل متنش یه جوری شده. ما باید اونا رو پاک کنیم. چیزایی که مثلا غیر عادیه، استایل متنش غیر عادی شده، برای همین باید استایل متنش رو پاک کنیم. یا مثلا بک‌گراندش غیر عادی شده، اون بک‌گراند رو مثلا باید پاک کنیم. یا مثلا اون بالاش یه زردی‌های افتاده، اون زردی‌ها رو جذاب کرده، اما مثلا بک‌گراند بعضی جاشو خراب کرده. اون جایی که حس می‌کنین خرابه رو پاکش کنید و لوگوتون درست میشه. رمز این ویدیو هم V40S V40S، یعنی فهمیدین چی گفتم؟ رمزش V40S. این هم از رمزش. و بریم سراغ تنظیم رنگ لوگو. میشه آخرین بخش این آموزش که اگه تا اینجا اومدین حتما این ویدیو رو لایک کنید و چنل رو حتما سابسکرایب کنید. بچه‌ها قسمت آخرین ما برنامه لایتروم رو نیاز داریم. تو لایتروم خدای موبایل تو تنظیم رنگه، تو هم تو تامنیل هم تو لوگو. تو وارد این قسمت میشیم. ماسکینگ همچین چیزی نوشته و اینجایی که براتون علامت میزنمش و یه دونه نوار قرمز رنگ میاد روی لوگوتون. میتونین با دست بکشین زیادش کنید. حالا بچه‌ها میتونین تنظیم رنگش کنید. اینجا بچه‌ها کیفیت لوگوتون رو افزایش میده. رو کیفیت خیلی حساسه. اگه زیاد اون رو زیادش کنین، مثلا از هم قرنیه ببرینش، لوگوتون نویز پیدا میکنه. زیاد روش دستکاری نکنید. اینجا هم بازم افکته که رو کیفیتش بیشتر تاثیر داره و تو قسمت رنگش هم بازم براتون توضیح میدمش. سعی کنید بچه‌ها همین ستینگی که براتون تو اینجا دارم انجامش میدم رو همینا رو انجام بدین که همینا فکر کنم بهترینش هستش و همینا روش انجام بدید. تو قسمت رنگش هم این آخری رو سعی کنید ببرینش رو حالت وسطی قرارش بدین که اون رنگ قرمزیش رو پررنگش میکنه. و دیگه هیچی. رو قسمت لایت هم یه تنظیماتی هست که انجام بدیم که دیگه آخرشه. خب بچه‌ها اینم لوگویی بود که ساختیم فقط با موبایل. یادتون باشه الکی پول دوره ندین. این آموزش کاملا رایگانه. این ویدیو رو دوره کنین چند بار به صورت رایگان. رمز رو بهتون گفتم، برین ابزار رو بگیرین عشق کنید. استایل های رایگان خیلی خفنن و شیپ های رایگان. الکی پول دوره ندین، اینا کاملا رایگانه. این ویدیو رو حتما لایکش کنید، چنل رو حتما سابسکرایب کنید. اگر دنبال آموزش های رایگان ادیت هستین و نمیخواین پولی خرج کنید، چنل حتما برات به درد میخوره. ممنون که تو اینجا تماشا کردید. تا ویدیو بعدی فعلا پیس.